سلام به شما دوستان، همراهان و عاشقان قصه و حکایت در سرای کهن. امشب در سرای کهن حکایتی داریم از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به نام خوشبخت و بدبخت. این داستان قصه گله و بینش است، قصه انسانی که عدالت را نمیفهمد تا آن را لمس کند. اگر دنبال قصه ای هستی که تلنگر بزند و در عمق جانت بماند، همین حالا با لایک این ویدیو همراه شو و ببین که چگونه خوشبختی و بدبختی در نظر عطار معنا می‌یابد. حکایت خوشبخت و بدبخت از قصه های شیخ عطار. روزی بود، روزگاری بود. یک روز انوشیروان با همراهان به شکار می رفتند. در صحرای دور از آبادی به ویرانی رسیدند. انوشیروان با اسب به طرف ویرانه راند تا بداند که آنجا چگونه جایی بوده و چرا ویران شده. یکی از نگهبانان نیز به همراه انوشیروان به آنجا نزدیک شد. انوشیروان در پشت دیوار خرابه مردی رنجور را دید، با کوزه آبی در کنارش و خشتی زیر سرش که دارد با خود حرف می‌زند. مرد بینوا می گفت: آخرین چه عدالتی است! این چه مملکتی است که من اینقدر بدبخت باشم و آن یکی هم انوشیروان عادل باشد. خدایا شکر، ولی این زندگی نیست، این رسم عدالت نیست. این انوشیروان جلو رفت و از آن مرد پرسید: تو در اینجا چه کار میکنی؟ مرد بینوا کمی ترسید و گفت: هیچ کار، به کسی کاری ندارم. اینجا که مال کسی نیست، بیابان خداست. انوشیروان گفت: نه، دیدم که داری حرف میزنی و شکایت میکنی. چه کسی به تو ظلم کرده است؟ بینوا گفت: نمیدانم، اینجا کسی نبود که شکایت کنم، ولی زندگی من خیلی بد است. انوشیروان گفت: من شنیدم که نام انوشیروان را می بردی. آیا با او کاری داشتی؟ بینوا گفت: نه، کاری نداشتم، ولی داشتم با خودم درد دل می کردم که یکی انوشیروان می شود و یکی هم مثل من بدبخت می شود. انوشیروان گفت: خب، حالا تو میگویی که من چه کار باید بکنم؟ بینوا با خود فکر کرد که شاید این خود انوشیروان باشد. اگر خودش باشد دیگر چنین فرصتی به دست نمی آید. بگذار حرفم را بزنم دلم خنک شود، هر چه باداباد. بلند شد و نشست و جواب داد: آیا انوشیروان عادل تویی؟ انوشیروان گفت: بله، من انوشیروانم. عادلش را مردم میگویند. بینوا گفت: به عقیده من
هر کس تو را عادل می نامد باید دهانش را پر از خاک کنی، چون که دروغ می گوید. آیا این عدل در این است که من در کشور انوشیروان 30 سال گدایی کنم و هرگز از زندگی هیچ بهره‌ای نبرم و لباسم پاره باشد و خانه‌ام ویرانه باشد و شکمم گرسنه و آن وقت تو پادشاه من باشی و نامت هم عادل باشد؟ تو چنان خوش و من چنین بی حاصلی، وانگهی گویی که هستم عادلی. انوشیروان دانست که مرد بینوا خیلی ناراحت است که این طور با جسارت حرف میزند. سعی کرد که با زبان خوش از او دلجویی کند. جواب داد: درست است، تو خیلی بدبخت به نظر میایی و حق داری. من تا حالا تو را نمی شناختم. حالا می خواهی عذر گذشته را بخواهم و تو را به بیمارستان بفرستم و دردت را علاج کنم. بینوا گفت: من دردی ندارم که بیمارستان بخواهد. درد من بدبختی و بینوایی است. انوشیروان گفت: بسیار خوب. خیلی خوشبختم که راستش را میگویی. بینوایی هم با دوا علاج نمی شود. با نوا خوب می شود. نوا هم چیزی است که همه مردم در به در دنبال آن می گردند. کار دنیا با همین جستجو برقرار است و اگر مردم در پی بهتر ساختن زندگی خودشان نباشند، دیگر کاری در دنیا باقی نمی ماند و دنیا آباد نمی شود. ولی تو تا کنون در جستجوی زندگی بهتر چه کوشش هایی کردی؟ بینوا گفت: چه کوشش هایی کردم؟ 30 سال است تمام مملکت را زیر پا گذاشتم. به هر دری میزنم همه درها به رویم بسته است. چه کار میتوانم بکنم؟ بقیه‌اش را باید از تو که انوشیروان عادل هستی بپرسم. انوشیروان گفت: بسیار خوب. اگر از من بپرسند من جواب میدهم که تو حق داری خوشبخت باشی. البته همه مردم در این دنیا یک جور نیستند. همه نمیتوانند خیلی دانا و خیلی دارا و توانا باشد. ولی هر کس حق دارد که سهمی از زندگی و آسایش داشته باشد. تو هم حق داری. حالا من دستور میدهم ببینند سهم تو پیش چه کسی است. تمام طلبت را وصول کنند و به خودت بدهند. بینوا گفت: ولی من از کسی طلبکار نیستم که او را بشناسم. من میگویم اگر تو عادل بودی من هم باید به حق خود میرسیدم. انوشیروان گفت: پس اگر از کسی طلبکار نیستی، آیا میدانی حق تو را چه کسی برده است؟ آیا من گرفتم؟ بینوا گفت:
نه، تو از من چیزی نگرفتی، ولی از این همه نعمت که در دنیا هست سهم من کجاست؟ انوشیروان گفت سهم تو هم همه جا هست، اما همانطور که اگر تشنه باشی باید دست دراز کنی و این کوزه آب را برداری و بخوری، برای برداشتن سهم خودت از زندگی هم باید بجنبی و سهمت را برداری. بینوا گفت آخر اگر دستم را دراز کنم یا میگویند دزد است یا میگویند گداست و هیچ کس از اینها را به حق خودم نمیرساند. انوشیروان گفت مقصود من این نیست که دستت را به مال مردم یا برای گدایی جلوی مردم دراز کنی. مقصودم این است که همانطور که برای برداشتن کوزه آب زحمت میکشی، برای به دست آوردن حق هم باید زحمت بکشی. خودت هم قبول داری که 30 سال ولگردی و گدایی تو به جایی نرسیده. پس باید کار دیگری بکنی که تو را از بینوایی نجات بدهد و از زندگی شکایت نداشته باشی. بینوا گفت درست است. باید کار دیگری بکنم ولی کار دیگری ندارم. انوشیروان گفت خب آیا کارت را انوشیروان از تو گرفته است؟ بینوا گفت نه خیر، تو کارم را نگرفتی. من کاری نداشتم. نمیدانم که چه میخواهم بگویم. انوشیروان گفت اما من میدانم که چه میخواهی بگویی. تو لباس خوب میخواهی، خوراک خوب میخواهی، خانه و خوابگاه خوب میخواهی، زن و فرزند و مقام و عزت و احترام میخواهی و اگر نمیخواهی که مثل وزیر انوشیروان باشی، دست کم میخواهی مثل مردم دیگر سهمی از خوشی و آسایش و زندگی راحت داشته باشی. بینوا گفت همین است دیگر. همین چیزها را میخواهم. اگر این چیزها را داشتم دیگر از انوشیروان شکایت نداشتم. انوشیروان گفت بسیار خوب، این شد حرف حسابی. ولی ای برادر، همه کسانی که این چیزها را دارند کمتر یا بیشتر به سهم خودشان کارهایی می کنند و هیچ کدامشان نمی آیند اینجا توی ویرانه بخوابند. اگر آنها هم همه‌شان کارشان را ول کنند و بیایند توی این خرابه بخواهند همه مثل تو می شوند و آن وقت کار دنیا هم لنگ می شود. وقتی هم کار دنیا لنگ شد و هیچ کس هیچ کاری نکرد، دیگر انوشیروان هم چه عادل باشد و چه ظالم نمیتواند برای آنها خوشبختی بسازد. چون وقتی هیچ کس کار نکند دیگر خوراکی نیست، لباس نیست، خانه نیست و پولی در بساط نیست و انوشیروان هم نیست که تو از او شکایت کنی. این را قبول داری؟ بینوا گفت بله قبول دارم، ولی آخر برای من کار نیست. هیچ کس به من کار نمی دهد و این است که من هم از همه کس بیزارم.
انوشیروان گفت این یک حرفی است. تا حالا هم که ما به هم نرسیده بودیم. حالا که من تو را شناختم خودم به تو کار می دهم. بهترین کارها و بالاترین مقامها و بهترین زندگیها، به شرط اینکه خودت هم بخواهی. آیا تو حاضری فردا بیایی و به جای بوذرجمهر حکیم، وزیر و عاقل من باشی و کارهایی را که او می کند تو بکنی و تمام نعمتها و عزت و احترام او را داشته باشی؟ بینوا گفت نه، من علم و حکمت بوذرجمهر را ندارم. نمی توانم این کار را بکنم. فردا وقتی معلوم شد من هنر بوذرجمهر را ندارم، همه خودت از من ایراد میگیری و همه ایراد میگیرند و روزگارم را سیاه میکنند. انوشیروان گفت خیلی خوب، پس حالا که نمیتوانی یا نمیخواهی به جای بوذرجمهر بنشینی، آیا میخواهی همین امروز همراه ما بیایی و به جای میرشکار کارهای شکار را رو به راه کنی و من او را به کار دیگری بگمارم و تو حقوق و مزایای او را بگیری و میرشکار انوشیروان باشی؟ بینوا گفت نه، من در این کار تجربه ندارم و نمیدانم که چگونه باید این کارها را رو به راه کرد. اگر من به جای میرشکار بنشینم هیچ کس از من اطاعت نمی کند و همه کارها از هم می پاشد. انوشیروان گفت پس این کار هم از تو ساخته نیست. می بینی که من حاضرم کارهای بزرگ را به دست تو بسپارم و خودت قبول نمی کنی. اما در دستگاه من کارهای کوچکتر هم هست که شاید تو به آن راضی باشی. آیا می‌خواهی که دستور بدهم تو را در کتابخانه به کار بگمارند و مانند دیگر جوانان در آنجا مشغول کار باشی؟ بینوا گفت نه، من سواد ندارم و نمیتوانم با کتاب کار کنم. انوشیروان گفت عجب، پس 30 سال بی هیچ کاری در این مملکت گردش کرده ای و هنوز الفبی را یاد نگرفته ای. آخر دوست عزیز، خواندن و نوشتن را در 3 ماه یاد میگیرند. اگر تو عوض خوابیدن در ویرانه هفته 1 ساعت مانند یک گدا از یک مکتبخانه سواد را گدایی کرده بودی، هم یاد گرفته بودی و هم آماده شده بودی که کار بهتری داشته باشی. ولی خب حالا عیبی ندارد. بعد از این یاد میگیری. نمیخواهم تو را سرزنش کنم، میخواهم بیدارت کنم. بینوا گفت من بیدارم. من 100 تا بیسواد میشناسم که 1000 کرور پول دارد. انوشیروان گفت بله، درست است. اما آنها هم نیامدند توی ویرانه بخوابند و از بیکاری شکایت کنند. آنها هم این پولها را از انوشیروان نگرفتند. آنها نوعی کار داشتند و هر چه دارند از کار و زحمت و فکر و تلاش به دست آوردند. بینوا گفت یا از ارث پدرشان. انوشیروان گفت
تو از انوشیروان شکایت داشتی. ارث پدر آنها مال پدر خودشان بوده است. من میخواهم حساب خودم را با تو روشن کنم. اگر تو 100 تا را میشناسی که با ارث پدرشان نوایی دارند، من 10,000 تا را میشناسم که خودشان خیلی بیشتر به دست آوردند و تو میتوانستی یکی از آن 10,000 تا باشی. حالا بگذریم. اما باید توضیح بدهی که تقصیر من درباره تو چیست؟ بینوا گفت تو باید کاری میکردی که من هم خوشبخت باشم. انوشیروان گفت این نشد عزیز من. جواب این حرف را خودت هم دادی و گفتی که 100 نفر را میشناسی که 1000 کرور پول دارند. پس اگر کار در دست من است، من کاری کردم که در مملکت 100 نفر در این حال که ثبات ندارند بتوانند 1000 کرور پول داشته باشند و مرا عادل هم بدانند و این پولها را یا خودشان یا پدرشان یا جدشان با کار یا فکر به دست آوردند. اگر هم کار در دست من نیست، داشتن و نداشتن دیگران به من مربوط نیست. تو گفتی که نمیتوانی وزیر حکیم باشی و امیر شکار باشی و حتی یک کارمند کتابخانه و تو گفتی که باید از زندگی و خوشبختی سهمی داشته باشی. اما نگفتی که من چه کار باید بکنم. آیا میخواهی که من دستور بدهم از خزانه 1000 کرور به تو پول بدهند؟ بینوا گفت این بد نیست. انوشیروان گفت اتفاقا این بد است، زیرا که پول خزینه مال انوشیروان نیست، مال مردم است و مال مملکت و مال کسانی است که کار می کنند و زندگی می سازند. اگر من از مال مردم بردارم و به تو بدهم، آن وقت آن را خرج می کنی و به عوض آن چیزی نمی سازی. آن وقت مردم دیگر خواهند گفت که انوشیروان عادل نیست، زیرا مال مردم را بر می دارد و به کسی می دهد که برای مردم نفعی ندارد. بینوا گفت درست است. آن وقت آدم ظالمی هستی. ولی من چه کار باید بکنم؟ انوشیروان گفت حالا شدی آدم حسابی که پرسیدی چه کار باید بکنی. بارکالله. حالا ببینیم چه کار باید کرد. تو قدری دیر به فکر افتاده ای. تو بایستی از اول جوانی به فکر یاد گرفتن یک کاری بودی. فرق نمی کند که چه کاری. هر کار خوبی نتیجه خوب دارد. اگر از اول در نجاری یا آهنگری، لباس دوزی یا بنایی، کشاورزی یا 1000 کار دیگر کار کرده بودی و کاری یاد گرفته بودی، اگر به جای ولگردی و تنبلی رفته بودی از یک پیرزن مکتبدار درس گرفته بودی و در مدت این 30 سال روزی 1 کلمه یاد گرفته بودی، حالا هم تو هم مانند هزاران نجار و بنا و آهنگر و خیاط و کشاورز و دیگران حق خودت را کمتر یا بیشتر از زندگی برداشته بودی. ولی حالا هم هنوز وقت نگذشته است. همین امروز را نگاه کن.
اگر به عوض خوابیدن توی این ویرانه از صبح تا حالا میرفتی یک کوچه رو جارو میکردی، همان مردم کوچه خوشحال می شدند و تو را عزیز می داشتند و وقتی می دیدند می خواهی کار خوب بکنی، یک کسی پیدا می شد که به تو کار بهتری بدهد و هیچ کس هم نمی گفت که دیوانه یا گدایی یا بدبختی و از تو دور نمی شد و خوشبختی به تو نزدیک می شد و هر قدر که استعداد داشتی کم کم به همان اندازه از زندگی بهره‌مند می شدی. اما اینکه بیایی اینجا دراز به دراز بیفتی و از انوشیروان شکایت کنی، دردی را دوا نمی کند. با این حال تو بدبخت میمانی و مردم دیگر قدری کمتر یا بیشتر خوشبختند و آن هم به خودشان مربوط است. آیا درست میگویم؟ مرد بینوا از جایش بلند شد و با احترام بیشتر ایستاد و جواب داد: راست میگویی انوشیروان. حالا فهمیدم که خودم کوتاهی کردم. همین امروز میروم و شروع میکنم. 1000 جور کار است. معروف است که میگویند اگر کوهی کار کن باشد، در همان کوه هم کار هست. من تا حالا از کار فرارین بودم، ولی یک چیز دیگر هم میخواهم بدانم. پس این عدالت انوشیروان یعنی چه؟ انوشیروان گفت: این عدالت یعنی این که من مواظب باشم مردم خودشان درباره خودشان ظلم نکنند. کسی مال کسی را ندزدد، کسی حق دیگری را نخورد، کسی از دیوار کسی بالا نرود و همه مشغول کار خودشان باشند و امیدوار باشند که از زحمت و استعداد خودشان بهره‌مند می‌شوند. پس سعی می‌کنم تا آنجا که می‌دانم و می‌فهمم مردم را همراهی کنم، کار خودم را درست عمل کنم و اگر مردم مرا عادل گفتند شاید از همین بابت است. تو هم اگر بروی کاری یاد بگیری و کارت را درست عمل کنی عادل هستی. عادل یعنی این که هر کسی در کاری که دلش بخواهد خوب باشد. مرد بینوا گفت: درست است. حالا من میخواهم کار کنم و درس بخوانم و حالا که به دیدار انوشیروان رسیدم، اگر صلاح میدانی کاری کن که راهم نزدیکتر شود. انوشیروان نگهبان را صدا زد و دستور داد: برای این مرد بینوا لباسی و جایی و کاری که از دستش برآید فراهم کنند و اگر دیدند که میخواهد خوشبخت باشد. مرد بینوا را که هیچ کاری بلد نبود در یک کارگاه آهنگری مشغول به کار کردند و به استادکار سفارش کردند که سعی کند به او کار بیاموزد. زندگیش را هم فراخور احوالش رو به راه کردند. مرد بینوا هوشیار و بیدار شده بود. سالها بعد توانست با استادش در کار شریک شود و بعد از مدتی توانست کارگاه را خریداری کند و آن را بسیار رونق بدهد و بر سر در آن بنویسد: کارخانه صنعتی انوشیروان. و این بود سرگذشت مردی که از رنج خدا شکایت کرد و از عدالت انوشیروان گله داشت و پادشاهی که فهماند خوشبختی به دست آوردنی است نه دادنی.
شیخ عطار میگوید نیکبخت کسی است که به نصیب خود آگاه است، نه آنکه چشم به دارایی دیگران دارد. حالا نوبت توست. به نظر تو خوشبختی در چیست؟ در مال و مقام یا در آرامش درون؟ دیدگاهت را در کامنت بنویس تا صدای اندیشه‌ات در سرای کهن بپیچد و اگر قصه های کهن را دوست داری کانال را سابسکرایب کن، زنگوله را فعال کن و با یک لایک و همراهی صمیمی کمک کن این گنجینه حکمت زنده بماند. از دل تاریخ تا ذهن امروز اینجا سرای کهن است. پس تا دیداری دیگر بمانید با کانال سرای کهن.